سنگ بنای اصلی شماره 2 اسمش تعهده. تعهد. میبینم همه دارن میگه انگار فیلم ترسناکه. تعهد، چیزی که همتون باهاش سر و کار دارین. همه باهاش سر و کار دارن. خب از رابطه ها گرفته تا خریدن چیزی تا همه چیز مردم تعهد میدن. پس تعهد یعنی تصمیم گرفتن و پاش وایسادن به هر قیمتی. متوجهین؟ درست. و خیلی از مردم از انجام این کار میترسن. احساس انسانی که میگه نمیخوام تعهد بدم، در تجارت ما بدون تعهد پولی در کار نیست. بدون تعهد ثبت نامی نیست. بدون تعهد رسیدن به سنگ بنای اصلی که رویاتونه دورتر و دورتر میشه. ولی اگه واقعا از تعهد میترسین، چیزی که مردم نمیفهمن اینه که کار خیلی راحت و پذیرفتنیه. کاریه که تمام زندگیتون کردین. چند نفرتون اینجا شغل دارین؟ از 9 تا 5 کار میکنین. تبریک میگم، این یعنی تعهد. شمایی که توی خونه نشستین و دستتون رو بالا بردین، من شما رو میبینم. خب اوکی. خب پس اساساً این بزرگترین تعهد زندگیتون نیست؟ هر روز صبح بلند میشین، میرین سر کار و برمیگردین خونه. برین سر کار، برگردین خونه. میرین سر کار، میرین سر کار، هی کارخونه 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 و بعدش هم دستن 40 سالگی میافتین میمیرین. واقعیته. ببخشید اگه بهتون برخورد، اما این تعهد خیلی بزرگیه. چطور میشه که زیر بار تعهدش میرین و شکایت هم نمی کنین؟ چون که آخر ماه بهتون بادوم زمینی میدن یا بیسکویت؟ چون بهتون حقوق میدن، شما هم تعهد میدین، اما بهش نمیگین تعهد، میگین شغل. پنهانش میکنین تا بهش نگین تعهد. در تجارت ما تعهد کلید اساسیه. اما مشکل اینه که این 8 سنگ بنا واسه شما تازه وارد است که نشستین خونه و میگین این یارو داره راجع به تعهد چی میگه. کسی که به من طرح رو نشون داد و این CD رو داد، گفتش ساعت‌های کاریم انعطاف پذیره. خب هر وقت عشقت کشید کار کن، آزاد باش مثل پرنده. این درسته. زیبایی و قدرت نتورک مارکتینگ همین انعطاف پذیریشه. درسته؟ مفهوم جهانی اون تجارت الکترونیکی جهانیه. یعنی هر جای جهان هر وقتی که بخواین با زدن یک کلید انجامش میدین. اوکی؟ اما همچنان به تعهد نیاز داره. پس وقتی با اولین ثبت نامیتون میشینین، هر کسی با یه ثبت نامی میشینه باید حواسش رو جمع کنه و کاملا مراقب باشه که به احساساتش بر نخوره. درسته؟ هر چیزی که ثبت نامی جدیدتون میگه شما میگین بله موافقم. درسته؟ و این در حالیه که مراقبین به احساساتتون بر نخوره، فشارم نمیارید. میترسین اگه فشار بیارین ول کنن برن. درسته؟ اما دارم بهتون میگم سنگ بنای شماره اول رویا و سنگ بنای شماره 2 تعهد باید قبل از هر آموزشی با همه زیر مجموعه های شما انجام شده باشه. اگه این کارو نکنین، خب روابط زیر شاخه هاتون شروع خیلی بدی خواهد داشت. پس وقتی روزای اول با اولین ثبت نامی هام میشینم، میرم پیششون و میگم عذر میخوام آقا، رویای شما چیه؟ و اگه دوربین داشته باشم تمام حالاتشون رو ثبت میکنم. طرف اول اینجوریه رویا چیه؟ ها؟ رویا؟ فکر کردم میخوای راه پول در آوردن نشونم بدی. آره، ولی قبلش میخوام بدونم چرا میخوای پول در بیاری. سوال دومی که میپرسم اینه که عذر میخوام آقا، میخوام بدونم که چقدر به این تجارت متعهد خواهی بود. باید بدونم چقدر درباره این کار جدی هستی، به کجا میخوای برسی. درسته؟ چون سوالیه که باید بپرسینش. نباید فکر کنید که باید مراقب باشم بذار بعداً بپرسمش. جنگ اول به از صلح آخره. چون که شمایید که باید بدونید چقدر تعهد دارن.
و شما این که باید اونا رو متحد بسازید و بعد هاست که میفهمن چقدر باید برای رسیدن به حرفای شما تلاش بکنن. چقدر. چون که اگه من مثلا رستلی، درست، مثلا چاندرا واریگاسی، این دوتا رو بیارم سطح تعهدشون رو ببینم، خب چاندرا واریگاسی کاملا متحده، میگه من جونم و واسه این کار کامل میدم، واسش میمیرم. اما رسلی میگه دوشنبه نه، سه شنبه نه، چهارشنبه شاید 2-3 ساعتی بشه، جمعه که سرم شلوغه و شنبه 1-2 ساعتی. خب رسلی رو دارم، چاندرا واریگاسی هم دارم. خب مشخصه که بیشترین تمرکز و فشارم روی کدوم طرف میذارم؟ چاندرا واریگاسی. واسه کسی که متحده من وقت میذارم. رسلی چی، به اونم توجه کنم؟ بله، ولی خیلی فشار نمیارم، چون روشنه که قراره چقدر متحد باشه. نمیتونین بگین نه خیر همین الان باید تعهد بدی، اونجوری همه زیر مجموعتون از دست میدی. اشکالی نداره آقای رسلی، من به میل شما احترام میذارم، خوشحال میشم که هر چهارشنبه و شنبه باتون کار بکنم. خب حالا بیایم بریم سر آموزش خودمون، متوجهین؟ بعد وقتی هر روز با رسلی کار کردم، سطح تعهدش چقدر میشه؟ بالا میره. چرا بالا میره؟ یک، میبینه که این کار پتانسیل های بیشتری داره، تصویر بزرگتری از اون میبینه، اتفاقای بزرگتری رو میبینه. خب میفهمی؟ اوکی؟ اولین چکشو میبینه، بلافاصله بعد تعهدش بیشتر میشه، تضمین شده. حالا اگه هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر هولش بدم، بالاخره کم کم یک نتورکر تمام وقت میشه. اوکی؟ خب در ویدئوی قبلیم گفتم که لازم نیست که این کارو 7 روز هفته انجام بدین. خب یک شنبه روز خانواده است، من رسما حرفمو پس میگیرم، چون که من خودم 7 روز در هفته مشغول این کارم، 22 ساعت در روز. روزی 2 ساعت خواب برام کافیه. میبینید هنوز قیافم با 2 ساعت خوابم خوبه، درسته؟ ها؟ عجب، پول گرفتیم. ببینید اینه که اینجا نشستن پول گرفتن دست میزنن. آره خب دارم بهتون میگم که من 7 روز هفته وقت میذارم. سطح تعهد من اینقدره. آیا شما هم باید همینقدر متحد باشین؟ نه لزوما. شما میتونین 5 روز در هفته وقت بذارین، 4 روز، 3 روز، اما این به چیزی که میخوایم برسین بستگی داره. اگه برین سراغ بالا سریتون رو بگین آقای پتمن، من میخوام بعد از 1 سال نتورکینگ $1,000,000 در بیارم، 1,000,000، و میتونم 1 روز در هفته متحد باشم. یه جایش میلنگه، درسته؟ درست؟ $1,000,000 در سال و فقط حاضره به خاطرش 1 روز وقت در هفته بذاره. و اگه میخواین سال $1,000,000 در بیارین، ممکنه 7 روز در هفته 22 ساعت در روز کار، و میتونید. میفهمین؟ خب پس سطح تعهد رابطه نزدیک داره با چیزی که میخواین به دست بیارین، که خودش مرتبطه با سنگ بنای شماره 1، رویای شما. خب طرف به من میگه که رویای من اینه که یه دوچرخه بخرم تا 10 سال دیگه. خب اگه سالی 1 روز وقت بذاری احتمالاً بهش میرسی، بستگی داره چه دوچرخه‌ای بخوای بخری. متوجهین؟ اما اگه طرف بخواد دنیا رو عوض کنه، میخوام اینو بخرم اون رو بگیرم، باید بهش بگین عذر میخوام آقا، این تجارت با ساعت کاری انعطاف پذیره، تجارت خودته، اما به عنوان بالاسری وظیفه من، درست، اینه که تعهدات تو رو نسبت به این تجارت بالا ببرم. همش مدیریت زمانه. میفهمین؟ این تعهد شما نسبت به تجارته. حالا تعهد شما نسبت به خودتون چیه؟ رشدتون. شما باید پا به پای توسعه تجارتتون رشد بکنید. باید در تمام جهات رشد کنید، از قیافتون تا نحوه پرزنت کردنتون، ذهنیتتون. خب ذهنیتتون باید رشد بکنه. متوجه این چی میگم؟ و چطور باید رشد بکنید؟
خونه بشینین و گل بچینین، یا بشینین جایی که